پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند در بهشت دروازه است که به آن ریان گفته می شود. در روز قیامت تنها روزداران از آن وارد می شوند. ندا کرده می شود روزداران کجا هستند؟ آنگاه برمی خیزند و از آن دروازه وارد بهشت می شوند. بعد از داخل شدن آنها دروازه بسته می شود و از آن هیچ کسی دیگر وارد نمی شود. روایت بخاری و مسلم. روزداری حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است، ماه سیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام.